به نام خدا، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دانش آموزان عزیز. مبحثی که امروز براتون در نظر گرفتیم حال استمراری هستش و یکی از زمانها و در واقع ساختارهای پرکاربرد و مفید برای هر زبان آموزی و هر دانش آموزی. خب یه تفاوتی در واقع بین حال ساده و حال استمراری من از نظر دستوری و معنایی خدمتتون عرض کنم. از نظر معنایی و مفهومی حال ساده در ویدیوهای قبلی خدمتتون عرض کردم برای بیان کردن کارهایی که تقریبا حقایق روزمره ما می باشن، روتین ها، کارهای عادی و روزمره ما و حقایق و واقعیت های علمی هست. کارهای روزمره‌مون رو هم با حال ساده بیان میکنیم. حالا کارهایی که در لحظه‌ای که ما داریم صحبت میکنیم انجام میدیم، یعنی در لحظه گفتن و بیان کردن اون جمله ما میخوایم بیان کنیم و دیگه نمیتونید با حال ساده بیان کنید. حالا حتی تو مکالمه هم میتونید از ساختار حال ساده برای زمان حال استمراری است. منتها تو گرامر چون ساختار رسمی هستش، کارهایی که در لحظه یا at the moment در اون لحظه‌ای که دارید صحبت میکنید و میخواید بیان کنید و اون کار رو دارید انجام میدید، از حال در واقع استمراری استفاده میکنید. معادل در واقع انگلیسی این ساختار present continuous یا present progressive هست. خب present رو میدونید یعنی حال تو گرامر، continue ادامه داشتن، present continuous میشه حال استمراری یا present progressive. progress یعنی پیشرفت کردن، progressive یعنی کاری که در حال ادامه داشتن. پس ساختار حال استمراری خدمتتون عرض میکنم از نظر دستوری، از نظر معنایی که خدمتتون عرض کردم، کاری که در اون لحظه ما داریم انجام میدیم. از نظر دستوری همونطوری که در پاورپوینت، اسلاید پاورپوینت مشاهده میکنید، حال استمراری یه فاعل داره که در حال ساده توضیح دادیم. بعد از فاعلتون am, is, are متناسب با اون فاعلتون به اضافه فعل، منتها اینجا فعل جمله ما باید ing بهش اضافه بشه. پس این نکته رو خوب دقت کنید. فاعل am, is, are به اضافه فعل، با اون فعلتون باید ing اضافه کنید. پس یه تفاوت اینجا اگه ویدیوهای قبلی ما رو مشاهده کرده باشید یا گوش داده باشید متوجه میشید که حال استمراری بعد از فعلش حتما باید am و is و are استفاده بشه و به اون فعلتون هم یه ing اضافه بشه. حالا زمانهایی که برای بیان کردن حال ساده به کار میره، کلماتی که برای بیان کردن زمانش به کار میره، now یعنی در این لحظه، الان، at the moment در این لحظه، for the time being هم یعنی همین الان. پس برای زمان حال استمراری از این قیدهای زمان استفاده میکنیم. now, at the moment و for the time being. خب این ساختار در واقع جمله خبری حال ساده میشه. من در اسلایدهای بعدی با مثالهای متفاوتی این مفهوم رو براتون توضیح خواهم داد. خب حالا ساختار منفی این جمله فکر میکنم خیلی برای شما راحت باشه. فعالتون سر جاشه، اما ایز و آر هم سر جاشه، فقط به اینا یه نات اضافه میکنید. اما ایز و آر نات به اضافه فعل آینجی. پس خوب دقت کنید. am, is, are. am که میشه am not، is میشه is not که خلاصش میشه isn't، are not کاملشه، aren't کوتاهشه، بعدش فعل آینجی و در ادامه جمله بقیه اجزای جمله سر جاشون هستن. پس ساختار منفی حال استمراری کافیه شما به اون فعلای کمکیتون am و is و are not اضافه کنید. فقط یه نکته رو من اینجا یادآوری کنم، در زمان حال سادم am و is و are داریم، منتها ing پشت سرشون نمیاد. اینو بهش خوب دقت کنید.
ام و ایز و آر هم در حال ساده داریم ولی اونجا به معنی انجام داده بودنه. اینجا ام و ایز و آر خودشون به تنهایی نمیان، باید پشت سرشون یه فعل آینجی بیاد. پس منفی کردنش ام ایز آر نات. حالا کوتاهشون هم میتونید is not بگیم isn't، are not بگیم aren't. خب جمله سوالی چی؟ خب برای جمله سوالی باز اینجا کار ما خیلی راحته، مثل قبلی ها نیست بگیم do و does. خودمون ام و ایز آر میاریم اول جمله، ام ایز آر بعدش فاعل، دیگه کار سختی نیست. دقت کردی ام و ایز آر بیاریم اول جمله، میشه چی؟ میشه سوالی حال استمراری. حالا اگه WH question ها what، where، when، how، why رو داشتید که معنیشون دیگه بلدید، اول اونا رو بیاریم بعد ام و ایز آر بعد فاعل بعد فعل آینجی. خب دقت کنید پس دو تا ما سوالی داریم در این مورد. یه موردش ام و ایز آر خودشون میان اول جمله که دیگه میدونید باید با yes و no جواب بدیم، با yes و no. منتها اگر قبل از این ام و ایز آر ما what بود چه کاری، where بود کجا، when بود چه وقت، how بود چطور، یا who به معنی چه کسی، دیگه ما نمیتونیم عزیزان با yes و no جواب بدیم، باید به صورت کامل جواب بدیم. و یه نکته رو من اضافه کنم بچه‌ها، در زبان انگلیسی ما یه سری افعال داریم که اینا هیچ وقت به صورت استمراری نمیان. پس خوب دقت کنید، یه سری ساختارها در زبان انگلیسی هست، یه سری فعل‌ها که اینا آینجی نمیگیرن. من اینجا نوشتم براتون، با معنیاشون براتون میگم. need به معنی نیاز داشتن، want به معنی خواستن، know به معنی دانستن، contend اعتقاد داشتن، believe بازم به معنی اعتقاد داشتنه، guess حد زدن، hope امیدوار بودن، end پایان یافتن، finish بازم به معنی پایان یافتنه، begin شروع کردن، start آغاز کردن. خب این فعلا رو حواستون باشه که در واقع حالت استمراری ندارن. به اضافه یه فعل have و has که have، اگر این have و has به معنی داشتن باشه، دقت کنید have و hasی که به معنی داشتن باشه اون have آینجی در واقع نمیگیره. منتها که به معنی خوردن باشه یا به معنی مثلا نوشیدن اینا به کار بره have چرا آینجی میگیره. پس این یه ساختار کلی از زمان حال استمراری بود که خدمتتون عرض کردم. خب در اسلاید بعدی چند تا از مثالای اینو در واقع خدمتتون عرض خواهم کرد. پس حالت کلی حال استمراری رو داشتیم، توضیح دادیم، ساختاراشو گفتیم، مثبت منفیشونو. حالا در اسلاید بعدی من میخوام چند تا مثال رو در واقع از حال استمراری خدمت شما عرض کنم. یه لطف کنید وقتی که میخونم جملاتو با اون قسمتی که قرمز رنگ شده خوب دقت کنید و بدونید که این زمان حال استمراری هست، یعنی ام و ایز و آر داره با آینجی. خب The dedicated father اون پدر متعهد is listening to the advice given by the school manager. هدفم اینه که در این اسلایدها کلمات جدیدتری متفاوت با کتابتونم اینجا جایی بدیم که دامنه واژگانی شما در واقع توسعه پیدا کنه. خب The dedicated father این میشه فعال من، پدر متعهد is listening داره گوش میده. ببین داره گوش میده. داره گوش میده به چی؟ To the advice given by the school manager. با اون توصیه‌ای که توسط مدیر داده میشه. خب جمله بعدی Being committed to their jobs از اونجایی که به کارشون متعهدن این افراد Researchers بچه این اس جمعه محققان are working on finding the best solution to the problems. محققان are working بچه work به معنی کار کردنه، منتها اینجا میگیم در حال کار کردن هستن، در حال کار کردن برای finding the best solution to the problems. پیدا کردن، find یعنی پیدا کردن، the best solution to the problems بهترین راه حل برای مسئله هستن. خب جمله سوممون I am thinking about employing some young teachers in the institute. Think یعنی فکر کردن. یه نکته رو خوب دقت کنید، think اگه به معنی بیان نظر یا ایده شما باشه آینجی نمیگیره، منتها اگه به معنی کار فکر کردن باشه آینجی میگیره.
میگه I am thinking. ببین قبلی ها is و are بودن، اینجا am. I am thinking. من دارم فکر میکنم در مورد employing استخدام کردن some young teachers چند تا معلم جوان in the institute در این مؤسسه. خب این سه تا مثالی که براتون مثال زدم ساختار خبری یا جمله مثبت حال استمراری بودن. خب دقت کردی چی شد؟ در همشون فاعل، بعد am is are، بعد فعل ing. منتها ساختارهای دوم و گروه دوم ما در واقع اینتروگاتیو، یعنی چی؟ یعنی جمله سوالی هست. برای سوالی حال ساله کافیه اما یه زاره بیارید اول جمله. Is he, are you, am I. دقت کردی؟ Is he, are you, am I. و من دو تا سوال اینجا آوردم. بعضی am و is و are که دیگه باید با yes و no جواب بدیم. بعضی هم کلمات پرسشی دیگه هست مثل what, where, when, who اینا. خب اولیش نگاه کنید. Is your best friend taking a shower at the moment? حواستون باشه بچه ها برای سوالاتی که جوابمون yes و no intonation ما باید به سمت بالا بره، یعنی خیزان باشه. Is your best friend taking a shower at the moment؟ معنیش آیا بهترین دوست شما الان داره دوش میگیره؟ take a shower هم یاد بگیرید، دوش گرفتن. take a shower. خواهش میکنم همزمان که این ویدیوها رو گوش میدید و دارید مشاهده میکنید یه دفترچه زبان جلو دستتون باشه، این ساختارهای مهمی که میگم رو توش یادداشت کنید. خب پس امویزارا آوردم اول جمله. جمله دوم Are Mark and David taking reflecting on misunderstanding Rose last night؟ آیا مارک و دیوید دارن صحبت میکنن، دارن فکر میکنن در مورد اون سوء تفاهمی که هفته قبل پیش اومده بود؟ are talking. آیا دارن صحبت میکنن؟ به تاکینگش خوب دقت کنید. yes they are, no they aren't. خب و جمله سوم دیگه ام و ایزار من اول جمله نیاوردم، کلمات پرسشی آوردم بعد ام و ایز و آر. در این موارد خوب دقت کنید، در این موارد دیگه yes و no کاربردی نداره. where is the young boy heading for now؟ head for یعنی رهسپار بودن، اینجا به معنی سر نیست. Where is the young boy heading for؟ اون پسر آزم کجاست؟ جواب میدیم he is heading to a school یا he is heading for a school. داره میره به سمت مدرسه. He is heading for the market. داره میره بازار. جمله بعدی What do you think your sister is doing now؟ فکر میکنید خواهرتون الان داره چیکار میکنه؟ What do you think your sister is doing؟ جواب She is cooking. She is studying. She is watching. به معنی ها هم دقت کنید. خب این جمله رو هم نوشتم باز براتون. منفی هن این ساختاره سوم. The newly fledged bird پرنده‌ای که تازه بال در آورده is not flying high in the sky خیلی تو ارتفاعات بالا پرواز نمیکنه. is not flying حال استمراری. His new automobile is not operating well now ماشین جدیدش خوب کار نمیکنه. is not operating. خب این قسمت حال ساده ما تمام شد. یه نکته رو خوب بهش دقت کنید که ساختار حال استمراری چی داشت؟ یه فاعل am is are، بخش دوم فعل، منتها فعلش رو باید بهش ing اضافه کنید. حالا یه سوال از شما What are you doing now؟ الان دارید چه کار میکنید؟ یه نفر این سوال از من بپرسه میگم I am teaching. I am teaching. I am teaching. شما چطور؟ دارید گوش میدید. I am listening. دارم مینویسم. I am writing. دارم نگاه میکنم. I am watching. پس به این ساختار حال استمراری دقت کنید چون خیلی تو زندگی روزمره ما پرکاربرد و مفید هستش. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید و مؤثر بوده باشه.